سلام، اینجا استودیو خبری یقین است و من مجیب سلطانی با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما خواهم بود. امروز 19 اکرب سال 1401 هجری شمسی که برابر با 10 نوامبر سال 2022 میلادی است. ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاران افغان تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. یک مرکز تجاری در چند قدمی مرز مشترک ازبکستان با شهرک بندری حیرتان در ولایت بلخ افغانستان گشایش یافته است. بر اساس اعلامیه دولت ازبکستان، شهروندان افغانستان می توانند بدون روادید یا ویزا وارد خاک ازبکستان شوند و به مدت 10 روز در منطقه تجاری این بازار اقامت داشته باشند. در بیانیه دفتر والی سرخان دریا آمده است که این مرکز تجاری 260,000 متر مربع مساحت دارد و دارای 4,000 مغازه، مراکز تولید، مراکز صادرات و واردات، مراکز پزشکی بین المللی، هتل، خوابگاه، رستوران و فروشگاه‌های مختلف است. یک کارخانه خصوصی پروسس پنبه با سرمایه‌گذاری 45 میلیون افغانی در هلمند به فعالیت آغاز کرد. مسئولان میگن که در این کارخانه از پنبه‌دانه، مالوش، روغن، صابون و کنجاره تولید می‌شود و گفته می‌شود حدود 100 تن نیز به کار گماشته شدند. ریاست پاسپورت به زودی 3 میلیون پاسپورت تازه چاپ شده را توزیع خواهد کرد. ریاست پاسپورت اعلام کرد 3 میلیون پاسپورت جدید آماده شده و روند توزیع آنها با حل مسائل تخصصی آن نیز آغاز می‌شود تا به سهولت در دسترس متقاضیان قرار بگیرد. این ریاست با اشاره به اینکه تلاش‌های برای ارائه و توزیع بهینه پاسپورت صورت گرفته است، اظهار داشت اکنون تعداد 3 میلیون جلد پاسپورت چاپ شده و به زودی به افغانستان میرسد و روند توزیع پاسپورت با حل مسائل تخصصی آن آغاز خواهد شد تا به سهولت در دسترس متقاضیان قرار گیرد. سازمان صحی جهانی میگوید ارائه خدمات صحی در آستانه زمستان در افغانستان سرعت یافته است. سازمان صحی جهانی در گزارش اعلام کرد ارائه خدمات ضروری صحی به مردم افغانستان در آستانه زمستان تسریع شده است. سازمان صحی جهانی اظهار داشت ارائه خدمات ضروری و مراقبت‌های صحی به مردم افغانستان را سرعت بخشیده است، زیرا بسیاری از مردم این کشور آسیب پذیر هستند و زمستان نیز نزدیک است. افزایش صادرات افغانستان در 7 ماه نخست سال جاری. دفتر معاونت اقتصادی دولت امارات اسلامی افغانستان صادرات 7 ماهه نخست سال جاری را در افغانستان بالغ بر 1 میلیارد و 80 میلیون دلار اعلام کرد. دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزراء در اطلاعیه اعلام کرد افغانستان در 7 ماه نخست سال جاری خورشیدی به ارزش 1 میلیارد و 85 میلیون دلار صادرات داشته است. اطلاعیه می‌افزاید افغانستان در این مدت به پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان، امارات، ازبکستان، قزاقستان، چین، عربستان و عراق صادرات داشته است و میزان صادرات صورت گرفته در این بازه زمانی را یک گام بی‌سابقه در تاریخ تجاری افغانستان خوانده است. از سوی دیگر سازمان بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش خود آورده است این نخستین بار است که صادرات افغانستان به پاکستان بیشتر از واردات این کشور شده است. شماری از جوانان بادغیس برای اولین بار به هدف ترویج فرهنگ بایسکلرانی همه روزه چندین کیلومتر را رکاب میزنند. شمار این جوانان که به دهاتن میرسد میگن که فرهنگ بایسکلرانی در بادغیس نهادینه نشده است و نیاز است چنین برنامه‌هایی در این ولایت راه اندازی شود. و در خبر اخیر جمعیت هلال احمر افغانی 54 کودک بیمار را برای معالجه به آلمان میفرستد. جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده است که قرار است 54 کودک زخمی و بیمار افغان را طی یک پرواز اختصاصی برای معالجه به آلمان بفرستد. این نهاد گفته که 68 کودک دیگر که معالجهشان در این کشور به پایان رسیده بود به افغانستان بازگشت داده خواهند شد. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین میکوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه دهند. ما در تمامی صفحات مجازی و با ویدیوهای متفاوت با نام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته بعد و رویدادهای خوب دیگر، بدرود.